باور کن اغراق نمی کنم. فکر کنم تو کل جهان ما گیلانیا رکورد مصرف کدو حلوایی رو زده باشیم. خیلیا اصلا نمیدونن با کدو حلوایی چه غذایی باید درست کنن. ما گیلانیا باهاش شیرینی سنتی کاکا درست میکنیم، باهاش نون کشتا درست میکنیم. یه نوع آش کدو هست که برای صبونه و عصرونه میتونید استفاده کنید که شیرینه و با شیر درست میشه. دستورش همه توی پیجم هست بچه ها. به صورت ساده پخت میکنیم، موقع عصرونه و شب نشینی ها دور همی نوش جام میکنیم. توی پاییز و زمستون به خاطر ویتامین C بالایی که داره باعث میشه سرما نخوریم و خلاصه که همیشه باید تو خونه هامون باشه. اینجا دارم بذرش رو برمیدارم برای کاشت سال بعد که توی آفتاب پهنش میکنم، با نور آفتاب چند روز هوا بخوره خوش بشه. میدونم برای خیلیاتون الان سوال پیش اومده که چرا این همه کدو رو پختی.